یه دنیا عشق به شما که از جنس آگاهی نابین. مهنور پور اعتمادی هستم، متخصص علوم کلنگر. در ادامه مبحث اتصال درونی و خود هیپنوتیزم جلسه 4 میخوایم بپردازیم به اعتماد به هستی و بلند نظری. ببینین عزیزان، تمام جنبندی جلسات قبل ما این بود که ما هر چقدر بتونیم این ذهن رو خاموش بکنیم، با درونمون کانکت بشیم و به عشق و ارزشمندی خودمون واقف باشیم، به اینکه چه گوهر نابی هستیم. ببینین انقدر درجه آگاهیمون بره بالا که کنه وجودمون، اون ارزشمندی خودمون رو. چرا ارزشمندم؟ من اصلا تو این پازل آفرینش، تو این اقیانوس عظیم الهی، کدوم قسمتی هستم که با وجود من هستی داره کامل میشه؟ اون قسمتی که وجود من داره عشقی که میده، تابشی که میده، هستی رو زیباتر میکنه، اون گوهر رو پرورشش بدم تا اینکه جریان انرژی کائنات انقدر زیباتر بشه، انقدر بالاتر بشه، انقدر تلالو بیشتری با وجود من به این دنیا اضافه بشه که دنیا زیباتر بشه، ارتعاش هستی بره بالاتر. یک کسی با خوشمزه ترین شیرینی دنیا رو پختن، یک کسی با بهترین طبابت، یک کسی با بهترینی که میتونه هر کسی داشته باشه، بهترین سرویس دهنده، بهترین هر چیزی، بهترین خودم، اون چیزی که هنر خلاقانه و عاشقانه من که من هرچی انجامش بدم خسته که نمیشم، پر انرژی تر و پر نشاط تر میشم. از نظر روحی و روانی دارم عرض میکنم، چون جسم بالاخره احتیاج به استراحت های متناوب خودش داره. اون مسیر ناب الهی من هستش که اونو باید پیداش بکنم. ببینین عزیزان، من خیلی تاکید دارم به خاموش کردن ذهن و اتصال به درون. خب ما وقتی با درون خودمون اتصال پیدا میکنیم که این ذهن خاموش بشه، من بتونم پیام هایی رو که دارم توی تبادلم با هستی، تو قلبم، تو مرکز وجودم دریافت میکنم، درک کنم اینا، نه انقدر دغدغه ذهنی و پر بودن ذهن رو داشته باشم که هر پیامی میاد من اصلا ناگاه باشم بهش، نتونم بفهممش. اون پیامه رو اصلا مثل تلفنیه که اشغاله، شما 1000 بار بهش زنگ بزنید بازم اشغاله، کسی نیست گوشی رو برداره بگه بفرمایین پیام شما چیه. خب میخوام خط تلفنمون آزاد باشه، این خط وصل همیشه. خب ما با فکرها و ماتریکسی که اینجا ایجاد کردیم اینو قطعش میکنیم، بعد میریم تو دنیای بیرون دنبال روانشناس، دنبال نمیدونم عارف، دنبال آینده بین، دنبال انواع اقسام داستانهای مختلف میگردیم تا برای ما یه راه حلی، ما دنبال درمانگر میگردیم تا برای ما اونا یه راه حلی پیدا کنن. چرا؟ با تمام این که همه راه‌های اتصال من دارم خودم رو ازش محروم میکنم، چون اینجا انقدر داده ریختم و با این داده ها اینو بستم، داده های غیر خلاقانه ریختم و اینجا رو بستم. ببینین یه روزی به من یه مادری داشتم با من صحبت میکردن، بعد میگفتن که خب شما اصلا برای بچه هات وقت نمیذاری، خب ببر کلاس نقاشی، ببر کلاس نمیدونم فلان، کلاس فلان. گفتم ببینین برای من ارزش داده پر کردن مغز فرزندم چیز والایی نیست، اتفاقا اینو چیز درستی نمیدونم. اگر من بیام برای این بچه بوم نقاشی بگیرم، نمیدونم ابزارهای نقاشی بگیرم، بهش لطف کردم، ولی کلاس نقاشی گذاشتن که یه کسی بیاد بگه این چشما اینجوری بکش، هیچ لطفی بهش نکردم. من یادم دخترم زمانی که بچه بود انقدر آزادانه رو دیوارا نقاشی میکشید که من هر وقت گفتم مثلا بکنم 3 سالش بود، 4 سالش بود، میگفتم که مثلا امروز
ما مهمون داریم فردا. گفتم پرینتر بیاد اینجا یه نقاشی بکنه، اجازه بده من اینا رو پاکش کنم. وای میستاد جلو نقاشیش، دستاش هم باز که این مال منه، دست بهش نزنین. خب ما جرئت نمی‌کردیم بهش، نه که جرئت نکنیم، بهش این فضا رو میدادیم که اوکی اثر تو، خلق تو ارزشمنده. خب اینو من باید به فرزندم القا بکنم، نه از این کلاس با اون کلاس. اون چیزی که اون حس کنه، واقعا اون چیزی که از درونش تراوش میکنه ارزشی داره. خب نه اینکه بچه داره شعر میگه، داره چه میدونم یه کار خلاقانه نقاشی میکشه، داره نمیدونم یه هنری خلق میکنه، لگو بازی میکنه، یه کار خوبی داره میکنه که داره از ته وجودش جریان انرژی رو داره دریافت میکنه و خلاقیت باهش ایجاد میکنه. میگم پاشو درستو بخون، ازشم میپرسم، چند بارم تکرار میکنم که این قشنگ بسته شد دیگه، اصلا وقتی برای خلاقیت نداشته باشه. خب این خیلی دو تا دیدگاه کاملا متفاوته. اون یه بچه تسلیمی میسازه که هر چی جامعه میگه چشم، خب جامعه هم اینو میخواد. خب این یکی بچه‌ای رو میسازه که جلو من واسطاد، مسیر خودش رو رفت، پوست انداختم، موهام رنگ دندونام شد. خب ولی مسیر خودش رو پیدا میکنه. میدونم که بندازمش وسط اقیانوس الهی من نباشم، فردا بیدار نشدم خیالم راحته که گلیم خودش رو عذاب میکشه. خب این دیدگاه با اون دیدگاه خیلی فرق میکنه. آقای جورج لندن توی به اصطلاح جورج لند توی تحقیقات سال 1960 ناسا مسئول یه سری تحقیقاتی بودن، اومدن یه پروژه‌ای رو تعریف کردن که به چه شیوهی میتونن افراد خلاق بیشتری، افراد نابغه بیشتری رو پرورش بدن و اونا رو بیارن استخدام کنن. اومدن تو اون پژوهششون که مبنی بر این بود که با پازل هایی که میدن کی میتونه خلاقانه راهکار پیدا بکنه. خب هیچ راهکاری براش تعریف نکردن، در اختیار بچهای 5 ساله گذاشتن. دیدن 98% بچه‌ها یه راه خلاقانه برای این پیدا کردن و خب این خیلی آمار جالبی بود. یعنی 98% بچه‌ها تو سن 5 سالگی که هنوز پا به مدرسه نذاشتن بسیار خلاق هم و جزء به اصطلاح افراد باهوش و نابغه طبقه بندی شدن. اومدن همین آزمایش رو تو سن 10 سالگی تکرار کردن، دیدن که 30% بچه‌ها نابغه‌ن. اوه این همه ریزش. تو 15 سالگی 12%. توی سن بزرگسالی اومدن بررسی کردن کسایی که دیگه فارغ التحصیل شده بودن و وارد جامعه شده بودن، دیدن از اون 98% 5 ساله 2% باهوشن، خلاقن. و آقای جورج لند اعلام کرد از اون 98% 2%شون توی خانواده آسیب دیدن، ولی 2% بزرگسال، یعنی از اون 98% 2% باقی موند، 96% بقیه جامعه با آموزش‌های غیر خلاقانه بسته شدن و نمیتونن دیگه راه حل خلاقانه داشته باشن و متاسفانه دیگه انسان‌های باهوشی نیستن، شدن یه ابزار، یه ذهن بسته تسلیم، بله چشم خیلی قشنگی میگه و به زیبایی میتونه یک کارمند خوب باشه، یک رهرو خوب باشه، ولی یه راهبر خوب 2%. خب و ایشون اومد گفتش که این هنر آموزش ما تو مدرسه هاست. به دلیل گرفتن خلاقیت و فعال کردن آموزش های غیر فعالانه، کارکرد مدرسه
برای بچه ها این میشه، برای انسان ها این میشه که ذهنشون بسته بشه، قدرت خلاقیت بیاد پایین. خب دقیقاً چیزی که ما میگیم، این ماتریکس ذهنی هر جا تعریف شه، تو خانواده تعریف شه، تو مدرسه که خب بسیار داره تعریف میشه. ببین تو چین اومدن چیکار کردن؟ آموزش های کاربردی گذاشتن. خب برای تولیدات درجه 1، درجه 2، درجه 3 تاپ و پایین. اوکی؟ بچه ها از بچگی تفکیک میشن. اونی که میخواد میتونه آهنگ درونیش رفتن به تحصیلات بالاتر کمکش میکنن بره. اونی که آهنگ درونیش الان با همینی که هست میتونه خلقتش رو شروع بکنه، میبرن تو لاینی که دوست داره، تو اون زمینه پرورشش رو میدن. به خاطر همین یک دفعه ما شکوفایی بزرگی توی داستانشون داشتیم. سیاست گذاریشون بر اساس ایجاد خلاقیت و پرورش روحی گذاشته شد بینون. حالا برگردیم به داستان خودمون. اتفاقی که میافته اینجا این هستش که ما هر چقدر بریم تو هر نوع ماتریکسی گیر کنیم، هر نوع باید و نبایدی داریم، به شعور خودمون توهین میکنیم. چرا؟ من نوعی وقتی که با قلبم اتصال همیشگی به هستی دارم، چرا بیام با پر کردن اینجا بوقشقال بزنه خطم، دیگه نتونم پیاممو دریافت کنم، بعد برم از این یکی بپرسم میشه شما به من راهکار بدی، میشه شما به من راهکار بدی. خب عزیزم، راهکار هر کسی منحصر به فرد درون خودش قابل دریافته. چرا باید ما بریم از دیگری راهکار بگیریم؟ دیگری نسخه رشد خودشو داره، نسخه رشد منو نداره، نسخه اتصال منو نداره، نسخه تعالی منو اون نداره، من دارم. و هستی از اون لحظه‌ای که منو تو این کائنات آفریده کانال اتصالی داده به من. خب پس این کانالو من همیشه باید باز نگه دارم، با سکوت ذهنی که گفتیم جلسه قبل تمرینش میکنیم، و تغییر دیدگاهمون. این جلسه تو مبحث تغییر دیدگاه میخوایم به این مسئله اشاره بکنیم که ببین انقدر ما اکتیو شده این ذهنمون که باید راهکار پیدا کنم. تو اینترنت سرچ میکنم، میرم چه این دکتر، میرم چه این روانشناس، میرم چه این فالگیر، حتی میرم توی نمیدونم، خلاصه همه جا دیگه، همه جا میرم تا راهکار رو پیدا کنم. من جوینده بزرگی هستم. خب ذهنمو باز میکنم، درونمو میبندم. خب هرچی خواستن این تو برای من بنویسن، منم میگم چشم، اجراش میکنم. خب این از کجا نشأت میگیره؟ چون که من تو عمق وجودم به خودم و هستی اعتماد ندارم، قبول ندارم که خالق من، کائنات، نمیدونم هر چی اسمشو میخوایم بذارم، من نمیخوام اسمی بیارم بگم خدا، یه سری توش تضاد داشته باشن. من میگم انرژی، میگم هستی، میگم کائنات، یعنی همه اون داستان هر چی اسمشو میخوایم بذارین اوکی، فقط یه انرژی دیگه، من اون انرژی رو میگم. خب اون انرژی هر چی که هست، زمانی که من اومدم ازش قطع نشدم، من بهش وصلم تا لحظه آخرین نفسم من بهش وصلم. وقتی هم که میرم باز برمیگردم تو خودش. وقتی که من اینجا لیوانم شکست، سر میخورم، آبی که میریزه تو اقیانوس رو مجدد با هستی یکی میشم. ممکنه یه جایی دوباره بخوام یه ظرف دیگه بگیرم دوباره از اقیانوس خارج شم، ولی اتصالم باهاش باقی میمونه. مثل اینکه یه تنابی از اون لیوانه، یه لوله باریکی از اون لیوانه وصله. حالا اگه اون لوله باریکه رو من دارم با فکرهای متفاوت، با ماتریکس‌های متفاوت بستگی ذهنی ایجاد میکنم و میبندم، خب این هنر منه دیگه. خب یا هنر جامعه منه. من نمیخوام به هیچ چیزی انتقاد بکنم، میخوام آگاهی درونی رو در خودمون بیدار کنیم، ما بتونیم خلاقانه راه خودمون رو پیدا کنیم. این راه منحصر به فرد زیبایی که
به ما بیشترین عشق و زیباترین عشق رو میده تو وجودمون. چرا که وقتی عمیقاً وصل هستیم همه چی جاریه، عشق، ثروت، آرامش، برکت، چالش. اما چالش ها رو چون که من جریان انرژی جاری درک آگاهیشو دارم، حکمتشو درک میکنم، دلیلشو درک میکنم و چون از اونجا پر میشم راهکار خلاقانشو به راحتی درک میکنم و به سرعت انجامش میدم، به این دلیل توش گیر نمیافتم، عذاب نمیکشم، اذیت نمیکشم و حس میکنم زندگی برای من روونه. اونی عذاب میکشه و فکر میکنه زندگی یه بلاکیج بزرگ براش داره که توی این فضای ذهنی نیست و داره با نهایت بستگی، کوتاه فکری و عدم اعتماد به هستی پیش میره. وقتی من اینقدر به هستی اعتماد چرا اعتماد پیدا میکنم؟ چون میشناسم، چون اولا کاتالوگمو دارم میشناسم. من یک روح ابدیم، یه قسمتی از اون آب اقیانوسم که هرگز میرایی ندارم. من ابدیم، همیشه هستم. ممکنه ظرفمو عوض کنم، ممکنه دوباره برگردم به اقیانوس عظیم خودم، ولی هر موقعی که لازم باشه دوباره ظرفی میگیرم که بتونم پرواز کنم، یه بشقاب پرنده سوار میشم. خب بنابراین ما هر چقدر که اعتمادمون به هستی بیشتره، خیالمون از ببین زمانی اعتماد من به هستی زیاده که من وصلم. این ماتریکس منو تو ترس نگه نمیداره، تو اگر اینجوری بشه اونجوری بشه منو نگه نمیداره ماتریکس. خب چرا؟ چون من دارم آگاهی رو با قلبم دریافت میکنم. چون که دارم با قلبم دریافت میکنم دیگه من تو ترس نیستم، دیگه تو وحشت این نیستم که وای اگر اینجوری بشه، وای اگر اونجوری بشه. خب تو ترس اینا دیگه نیستم. چرا؟ چون هر لحظه‌ای وصلم، تو اون فضای وصل و اتصالم دارم دریافت میکنم. بنابراین هرچه ما بیشتر این ماتریکس رو ببندیم، اتصال قوی تری داشته باشیم، درک عمیق تری پیدا میکنیم و به هستی اعتمادمون بالاتر میره. چون درک میکنیم هر لحظه پیامهاش اشغال نیست، خط آزاده. درک میکنم امروز نسخه رشد من، نسخه مسئله‌ای که چالش امروز من چیه، اصلا با هیجان، با آغوش باز میرم ببینم امروز چه برنامه‌ای رو باید حل کنم، چه چالشی رو باید حلش کنم. لذت میبرم از حل شدن چالشام، لذت میبرم از این همه عشقی که نو به نو داره تو وجود من جریان پیدا میکنه. من راه حل جدید پیدا میکنم، با عشق دارم قدم برمیدم، زیبایی میآفرینم. به 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 به. خب هر لحظه برای من قشنگ. ببین شما وقتی داری هی پازلا رو موفق حل میکنی، به خودت اعتماد به نفس پیدا میکنی، به قدرت درونت واقف میشی. به من چقدر قدرتمندانه دارم، چقدر من خلاقم، چقدر توانمندم، چقدر قدرتمندم. خب اینا رو میفهمی. این قدرت و توان و خلاق از کجا میاد؟ از این اتصاله میاد. وقتی من این اتصاله رو دارم حفظش میکنم، وقتی دارم به درستی دارم پیشش میرم، پس دیگه من قلبم آرومه، درک میکنم هر لحظه تلفنم اشغال نیست، خطم آزاده، بازه دریافت میکنم، آرامش میگیرم، آروم میشم و از زندگی لذت میبرم. چون هیچ کدوم چالش ها رو لاینحل و سخت و دردناک نمیبینم. میدونم همه این چالش ها برای رشد بیشتر من هست و به من داده شده که تا بتونم این کانالا رو قوی‌تر بازش کنم، سیم ارتباطیم قوی‌تر بشه. اگه یه لوله نازکی بوده وقتی به دنیا آمدم، بشه یه شاه لوله همیشگی. خب این هنر زندگی ماست، این هنر درک معنا و حکمت زندگیه که بتونیم راه حل‌ها و مسیرها رو با قلبمون دریافت کنیم و این اعتمادی که به این دلیل به وجود میاد توی طرز فکر و نگرش ما، تو وجود و کنه قلب ما، به ما
لذت زندگی و حس امنیت و آرامش بیشتر میده. خیلی دوست دارم مبحث ادامه بدم، بریم تو داستان بلند نظری. شارژ دوربین داره تمام میشه، میترسم که قطع بشه. یه جنبندی کلی میخوام داشته باشم، این که بسیار 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 توانمندانه و قدرتمندانه میتونیم روی این زمین قدم برداریم اگر آگاه باشیم به اتصال، به اینکه این کانال تنگه رو نبندیم، باز کنیم به وسعت روحمون، به وسعت گنجایش وجودیمون که بی انتهاست. اتصال دائمی داشته باشیم و تو این فضای زیبای قدرتمندانه و عاشقانه حس لیاقت بکنیم برای همه اون چیزی که هستی، با تمام عشقش به وجود ما جاری میکنه. در نور و عشق باشیم. عاشق همتون.